وزارت کارهای خارجی با توجه هموطنان می‌رساند که طبق دستور اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از 25 ایون سال 2020 برای مرحله به مرحله برگردانیدن شهروندان تاجیکستان از جانب شرکت‌های وطنی تاجیک ایر و سومون ایر به سمت شهرهای مسکو، سنت پترزبورگ، قزان، نووسیبیرسک و یکاترینبورگ فدراسیون روسیه و از این شهرها به تاجیکستان پروازهای چارتری انجام داده می‌شود. هنگام برگرداندن شهروندان تاجیکستان توسط پروازهای چارتری به طبقه‌های آسیب‌پذیر شهروندان پیش از همه به بیماران، زنان با کودکان خردسالان، پیرانسالان، دانشجویان و نفران همراه اینچنین شخصانی که بنابر سفر خدمتی در روسیه درماندند اولویت داده می‌شود. در سفارت جمهوری تاجیکستان در فدراسیون روسیه واقع در شهر مسکو و کنسولگری‌های گنرالی تاجیکستان در شهرهای سنت پترزبورگ، یکاترینبورگ، نووسیبیرسک و اوفا کمیسیه‌های مخصوص تأسیس داده شده. وظیفه آنها ترتیب دادن رویخط شهروندانی میباشند که باید به وطن برگردانده شوند. پس از آماده گردیدن این رویخط‌ها شهروندان برای خریداری چیپتا خبردار کرده میشوند. بنابر این از شهروندان تاجیکستان احترامانه خواهش کرده می شود تا مراجعت‌های خود را با سراغ الکترونی چارتر رشا MFA-TG با درج معلومات تماس و حجت‌های ضروری ارسال نمایند. معلومات اوید به روزهای پرواز با نظرداشت موافقه با جانب فدراسیون روسیه و گرفتن اجازت مقامات اویاسیونی این دولت ایلاوتاً پیشنهاد کرده می شود.